سلام، به کانال کریپتکس خوش اومدین. توی این ویدیو بهتون نشون میدیم چطور میتونید ماینینگ لایت کوین رو با دریافت همزمان دوج کوین، بل کوین، پپ کوین و سایر کوین های مبتنی بر الگوریتم اسکریپت روی دستگاه های ایسیک از طریق کریپتکس پول راه اندازی کنید. برای رفتن سریع به بخش های مختلف ویدیو میتونید از تایم کد های داخل توضیحات استفاده کنید. برای شروع ماینینگ به آدرس کیف پول لایت کوین نیاز داریم. میتونید از کیف پول‌هایی مثل تراست والت یا لایت والت استفاده کنید یا آدرس را از یک صرافی ارز دیجیتال بگیرید. لینک آموزش‌ها و صرافی‌ها در توضیحات ویدیو قرار داده شده. برای ماینینگ میتونید از هر دستگاه ایسیکی که از الگوریتم اسکریپت پشتیبانی میکنه استفاده کنید. ما پیشنهاد میکنیم از دستگاه‌هایی مثل انتماینر L7، L9 یا مدل‌های مشابه استفاده کنید. وقتی با کریپتکس پول ماین میکنید، فقط لایت کوین دریافت نمیکنید، بلکه کوین‌های دیگه مثل دوج کوین، بل، پپ و غیره هم به صورت همزمان استخراج میشن. تمام این کوین ها به صورت خودکار با نرخ بازار به LTC تبدیل میشن و در قالب یک پرداخت به کیف پول شما واریز میشن. نیازی به تنظیم کیف پول جداگانه یا صرافی نیست. همه چیز به صورت خودکار انجام میشه. حالا بریم سراغ تنظیمات. وارد کریپتکس پول میشیم و کوین لایت کوین رو انتخاب میکنیم. در صفحه استخر اطلاعات لازم برای اتصال به استخر نمایش داده میشه. وارد پنل مدیریت دستگاه ایسیک میشیم و به قسمت تنظیمات میریم. معمولا این بخش با نام ماینر کانفیگوریشن یا settings مشخص شده. در قسمت URL آدرس استخر رو وارد میکنیم و در قسمت ورکر آدرس کیف پول LTC و نام ورکر رو با نقطه جدا میکنیم. تنظیمات رو ذخیره میکنیم و دستگاه رو روی استارت میکنیم. بعد از اتصال دستگاه به کریپتکس پول و گذشت حدود 15 تا 20 دقیقه برای پایدار شدن، میتونید وارد صفحه استخر بشید، آدرس کیف پول LTC رو وارد کنید و وضعیت رو مشاهده کنید. هش ریت، وضعیت ورکر، پرداخت‌ها و نمودارها. این یعنی ماینینگ درست انجام شده. استخر کریپتکس هر 10 دقیقه اطلاعات رو به روز رسانی میکنه. پس اگه بلافاصله چیزی نمیبینید، کمی صبر کنید. برای تنظیم حداقل مقدار پرداخت وارد بخش تنظیمات در صفحه استخر میشیم. مقدار حداقل برداشت و آدرس IP دستگاه رو وارد میکنیم و روی گزینه اعمال کلیک میکنیم. همین بود. ممنون که ویدیو رو تماشا کردین. کانال کریپتکس رو سابسکرایب کنید و نوتیفیکیشن ها رو فعال کنید تا ویدیوهای آموزشی بعدی رو از دست ندین.